امروز میخوایم سریع با هم یاد بگیریم ببینیم پایه سازی با هیتر بهتره یا هویه. خب ببین الان اینجا ما یه قلب میزنیم، میخوام با هیتر کار انجام بدیم. اول همین قلب میتونیم روش بمونیم. خب این پایه رو میایم با هیتر کاراشو میرسیم. از این پایه خب با هیتر خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که شما دیگه نگران کفکن کردن پایه ها نیستید. ولی مشکلی که داره چیه؟ مشکلش اینه که به برد آسیب میزنه، برد امکان داره باد بیاره و مشکلات زیادی برای به قول معروف برد امکان داره که به وجود بیاره. خب ببین الان با هویه است. الان میخوام دوباره قلب بزنیم که من توصیهم همیشه با هویه است، با هویه کار کنید، چون که دیگه نگرانی که به برد آسیب بزنید و برد مشکلی پیدا کنه نداره. ولی حواستون باشه دستتون باید خیلی اوکی باشه که پایه رو به هیچ عنوان کفکن نکنید. ببینید با کوچکترین ضربه پایه سازی شد، به همین راحتی.